درس 16 گراماتیک زبان انگلیسی. در درس 16 شناس میشویم با جانشین‌های ابیکتی و مورد استفاده جانشین‌های ابیکتی در جمله ها. فعل لر با جانشین‌های ابیکتی. فعل لر مورد استفاده فعل لر اساساً با جانشین‌های ابیکتی به وقوع می‌پیوندد. جانشین‌های ابیکتی برای شخص‌ها، برای شخص یکم، برای مثال هسته می، مرو یا که به من و جانشین ابیکتی پس از فعل لر استفاده برده می شود. تلفظ می شود لرمی، لرمی. برای مثال چند جمله می بینیم. Let me introduce myself. Let me introduce myself اگر با جانشینی ابیکتی شخصی یکم باشد، let me معنای اجازت پرسیدن دارد. یعنی اجازه دهید. اجازه دهید introduce myself خودم را شناس کنم. Let me help you to do it. Let me help you اجازه دهید به شما یاری رسانم to do it این کاری را کنم. اجازه دهید این کار را من به شما کمک رسانم. برای مردها هی جانشین ابیکتیش him وی و ببینید در اینجا فعل لر با جانشین ابیکتا مضمونش کمتر تغییر میکند. برای مثال لر him کوتاه تلفظ میشد لریم. بگذار وی بگذار وی. برای مثال let him go to the cinema بگذار او به سینما رود. Let him wait for her here. Let him wait انتظار شدن. Let him wait بگذار انتظار شود for her برای وی here اینجا. بگذار وی برای او در اینجا انتظار شود. انتظار ماند. Her جانشین ابیکتی برای دخترها زنها let her. Let her بگذار وی بگذار او اگر دختر باشد. Let us stay home today. Let us stay home today. بگذار وی stay home در خانه ماندن. بگذار وی امروز در خانه ماند. Let us join to our party. Let us join همراه شدن. بگذار او همراه شود to our party. به شب نشینی ما. party شب نشینی. Let us join to our party. بگذار او به شب نشینی ما همراه شود. Us ما را یا که به ما. این جانشین ابیکتی برای we ما را یا که به ما us و let با us همیشه در شکل کوتاه تلفظ میشه یک جاش let's و در معاشرت عموما همیشه استفاده میشد let's جدا let us استفاده نمی شود. Let's بیایید دوایید. Let's play tennis together. بیایید با هم تنیس بازی میکنیم. Together با هم. Let's go hiking tomorrow. Go hiking کوهنوردی کردن. کوه رفتن. سیر و گشت کردن در کوه. همچون یک کلمه از یاد کنید. Go hiking. Let's go hiking tomorrow. بیایید پگاه و کوه میرویم. یعنی کوهگردی میکنیم. Them جانشین ابیکتی برای they آنها. Let them بگذار آنها و در وقتی تلفظ در معاشرت این let با them یک جا شده let him میشد. Let him wait for a while. Let him بگذار آنها wait انتظار شوند for a while همچون یک عباره از خود کنید کمی یعنی کمتر اندک. Let him wait for a while بگذار آنها کمی انتظار شوند. Let him start swimming بگذار آنها start آغاز کنند swimming آب بازی را. و اینها بودن جانشین های ابیکتی با فعل لر که همه اینها را نزدیک در خاطر گیرید. شناس میشویم با ساختاری it takes.
ایر پس از ایر در زمان حاضره فعل take در شخص سیوم گفتیم فعل در زمان حاضره آخر چسبکی اسم میگیره. ایر پلاس takes پس از it takes حتما جانشین های ابیکتی میمونن. me, you, him, her, us, them و اگر خودی آدم باشد نام آدم احمد، لاله و دیگر ها. پس از این amount of time مقدار وقت اجرا شده plus to verb یعنی فعل با پیشویند to. این چی ساختار است و در کجا استفاده می شود؟ در زبان انگلیسی برای همه اون فعالیت یا کارهایی که از من، شما یا کسی دیگر وقت میگیرد همه وقت کوشش کنید همین ساختار با همین استرکتور جمله سازی کنید. برای مثال it takes پس از it takes جانشین ابیکتی برای مثال it takes me amount of time مقدار وقت 2 hours 2 ساعت. برای نشان دادن مقدار وقت hour کلمه hour استفاده می شود. ساعت اگر از 1 ساعت زیاد باشد ساعت در شکل جمع 2 hours یعنی 2 ساعت وقتی مرا می گیرد. پس از این فعل با پیشویند to translate ترجمه کردنی this article این مقاله. اگر پورا ترجمه کنیم ترجمه کردنی این مقاله 2 ساعت وقتی مرا میگیرد یا که از من 2 ساعت وقت طلب می شود تا این مقاله را ترجمه کنم. و عموما در زبان انگلیسی هر اون فعالیتی که از من و شما یا از کسی دیگر یک مقدار وقت طلب می کند برای انجام یگون عملیات همین ساختار استفاده می شود برای جمله سازی و ساختار نقض کک در خاطر گیرید. It takes him جانشین ابیکتی برای مرد ها می باشد. اگر مرد باشد جانشین ابیکتیش him و جای him می توانید نام یگون آدم احمد برای مثال فیروز فرخ استفاده برید. It takes him مقدار وقت amount of time 3 months It takes him 3 months یعنی از وی 3 ماه وقت می رود برای چیکار کردن یگون فعالیت. تو فعل همیشه با تو استفاده برید. to finish تا انجام دهد یعنی به اتمام رساند his project لایحه‌اش را. خب ترجمه می شود برای تمام کردن لایحه‌اش یا برای به انجام رساندن لایحه‌اش با او 3 ماه وقت در کارد یا که لایحه او برای تمام شدن لایحه او 3 ماه وقت طلب کرده می شود از او. جمله دیگر It takes her جانشین ابیکتی برای زن ها. It takes her مقدار وقت 4 days It takes her 4 days از وی 4 روز وقت صرف می شود یا 4 روز وقت طلب می شود تا چیکار کند to prepare تا آماده شود for the exam برای امتحان یا اینکه برای به امتحان آماده شدن از وی 4 روز وقت می گیرد. It takes us جانشین ابیکتی برای ما we us ما رو یا که از ما. It takes us a week مقدار وقت از ما 1 هفته وقت طلب می شود یا گرفته می شود to paint برای رنگ دادنی the whole building همه بنا یعنی برای رنگ کردن همه بنا از ما 1 هفته وقت می گیرد یا که 1 هفته وقت صرف می کنیم برای رنگ دادن همه بنا. It takes احمد یا اینکه بجای احمد اگر جانشین ابیکتیش استفاده him It takes him برای مثال 5 hours مقدار وقت 5 ساعت وقتی احمد رو میگیرد چیکار کردن to
to the station. پس از get پیشویندی to باشد to get to به همونجا رفته رسیدن добраться. It takes Ahmad 5 hours to get to the station. از احمد 5 ساعت وقت گرفته میشد تا به استانسیا رفته رسد. یعنی تا به استانسیا رفته رسیدن احمد 5 ساعت وقت صرف میکنند. اینها بودن جمله های خبری با it takes. جمله های اینکاری. در جمله های اینکاری در زمان حاضره پس از it does فعل یارورسان do برای it does میشد. پس از does not but take. خب ساختارش it در جمله های اینکاری پس از it does پس از does حصه‌چه اینکاری not اومده اینکار میکند. it doesn't take بعد جانشین های ابجکتیو باز همون مقداری وقت amount of time e plus to verb فعل با پیشویندی to. برای مثال it doesn't take me 2 hours یعنی از من 2 ساعت وقت نمیگیرد تو چیکار کنم to translate this article تو این مقاله رو ترجمه این مقاله 2 ساعت وقتی مرا نمیگیرد. جمله این کاری. یا اینکه شکل کوتاه باشد doesn't. It doesn't take him. چقدر وقت؟ از وی چقدر وقت نمیگیرد؟ 3 months. It doesn't take him 3 months. از وی 3 ماه نمیگیرد اجرایش کدام عمل؟ To finish تا به اتمام رساند this project. لایحه‌اش رو. یعنی تمام کردن لایحه‌اش و آخر رساندن لایحه‌اش از وی 3 ماه وقت نمیگیرد. It doesn't take her. اگر دختر باشه it doesn't take her از وی نمیگیرد چقدر وقت نمیگیرد. It doesn't take her 4 days. It doesn't take her 4 days از وی 4 روز وقت صرف نمیشود to prepare تا آماده شود برای چی؟ For the exam برای امتحان. یعنی برای آماده شدن به امتحان 4 روز وقتی وی را نمیگیرد. جمله دیگر It doesn't take us از ما یعنی از ما نمیگیرد چقدر وقت؟ A week یعنی 1 هفته وقتی ما را نمیگیرد تو چیکار کنیم؟ To paint the whole building برای رنگ دادن همه بنا. خب کرسکه کردن یا رنگ کردن همه بنا 1 هفته وقتی ما را نمیگیرد. اقلا 1 هفته وقتی ما را هم نمیگیرد. جمله دیگر It doesn't take احمد اگر به جای احمد جانشین ابجکتیو استفاده میکردیم هیم میمونده. It doesn't take احمد از احمد وقت نمیگیرد مقدار وقت چقدر؟ 5 hours یعنی 5 ساعت وقت نمیگیرد تو چیکار کند؟ To get to the station تا به استانسیا رفته رسیدن. یعنی تا به استانسیا رفته رسیدن از احمد 5 ساعت وقت نمیگیرد. 5 ساعت وقت طلب نمی کند. اینها بودن جمله های اینکاری. میگذاریم به جمله های سوالی. در جمله های سوالی does پیش از it میگذارد. Does it take و در جمله های سوالی ضمناً جمله سوالی مخصوص باشد عباره how long استفاده میشد. برای مثال how long بعد does پیش میگذارد. Does it take ای جانشین های ابجکتیو to verb. اگر که how long این اگر جمله سوالی مخصوص باشد. جمله سوالی مخصوص نباشد تنها خودی does it take بعد مقدار وقت نشان داده می شود. برای مثال does it take you جانشین ابجکتیو. بینید اگر how long نباشد مقدار وقت نشان داده می شود. عادتاً long یعنی وقتی دراز. Does it take you long یعنی از شما وقتی زیاد وقتی دراز طلب کرده می شود. یا می توانید اینجا much time مانید. Does it take you much time از شما وقتی زیاد می گیرد چی کار کردن؟ To translate ترجمه کردنی this article این مقاله. Does it take you long to translate this article
ترجمه این مقاله از شما وقت زیاد طلب میکند. بس جمله سوالی که هست جواب دادنی باشد کوتاه yes it does، نباشد no it doesn't. خب من این جمله سوالی مخصوص how long با همون چی does it take جانشین ابجکتیو him. how long does it take him وقتی how long میگویم چقدر معنی دارد، این اوید به وقت است. how long does it take him چقدر وقتی او رو میگیرد تا چیکار کند to finish his project تا لایحه‌اش رو تمام کند. یعنی تمام کردن لایحه‌اش چقدر وقتی او رو میگیرد. و جواب دیگر میگه it takes him 2 months 2 ماه وقتی برو میگیرد. جمله دیگر does it take her long مقدار وقت. does it take her long یا که does it take her much time، does it take her 2 days، does it take her 3 days مقدار وقت. does it take her long از وی وقتی زیاد میگیرد to prepare تا آماده شود for the exam برای امتحان. یعنی برای به امتحان آماده شدن از وی وقتی زیاد طلب می شود میگیرد. اگر yes باید yes it does نباشد no it doesn't. اوکی how long جمله سوالی مخصوص how long does it take us از ما چقدر وقت میگیرد تا چیکار کنیم to paint the kitchen تا آشخانه رنگ کنیم. how long does it take us to paint the kitchen چقدر وقتی ما رو میگیره رنگ دادن کوخنه. یا اینکه how long does it take احمد از احمد چقدر وقت طلب میشه چقدر وقتی احمد رو میگیره to wash شستنی the car ماشین. برای مثال it takes him 2 hours یا که it takes him 15 minutes 15 منوت وقتی وی رو میگیره. اینها بودن جمله های سوالی. It took ساختارش it took زمانی گذشته فعل take همون گرفتن. it took باز همون چی جانشین های ابجکتیو amount of time مقدار وقت ای فعل to verb. این در زمان گذشته همون ساختاری که پیشتر دیدیم و فقط در زمان گذشته وقتی اجرایش نشان داده میشد با ظرفهای زمان گذشته. برای مثال yesterday دیروز last week هفته گذشته last month ماه گذشته etc. و دیگر و دیگرها. it took me چقدر وقت 2 hours 2 ساعت وقتی مرا گرفت می شود. در زمان حاضره گفته می شود وقتی می گویم it takes me وقتی مرا می گیرد. وقتی گفتم it took me این عملیاتی که الکی در گذشته این زمان گذشته است در گذشته اجرا شده الکی. it took me 2 hours 2 ساعت وقتی مرا گرفت تا چیکار کنم to verb to fix 2 ساعت وقتی مرا گرفت ساز کردنی my phone تلفنم yesterday و yesterday این ظرف زمانی گذشته است دیروز. یعنی دیروز ساز کردنی تلفنم 2 ساعت وقتی مرا گرفت. این عملیاتی که در گذشته اجرا شد تمام شد. it took him a month it took him a month 1 ماه وقتی وی را گرفت تا چیکار کنم to repair تعمیری his room حجرهش last year سال گذشته. یعنی سال گذشته تعمیر حجرهش 1 ماه وقتی وی را گرفت. معنیش که 1 ماه وقت صرف کرده تا حجرهش رو تعمیر کنه. it took her دختر باشد چقدر وقت amount of time it took her 5 years 5 سال وقتی وی را گرفت وقتی او رو to master این از خود کردن از یاد کردن از بر کردن English language زبان انگلیسی. it took her 5 years to master English language 5 سال وقتی وی رو گرفت از بر کردن یا از خود کردن زبان انگلیسی. یعنی برای زبان انگلیسی را از خود کردن 5 سال وقت صرف کرده است. it took us
چقدر وقت؟ an hour. یعنی 1 ساعت وقتی ما رو گرفت. چیکار کردم؟ to finish تمام کردنی the work کار last evening بیگاه گذشته. بیگاه گذشته 1 ساعت وقتی ما رو گرفت تا کار رو تمام کنیم. یعنی دیروز ما 1 ساعت وقت صرف کردیم برای تمام کردن کار. It took احمد از احمد amount of time چقدر وقت گرفته؟ 3 hours. It took احمد 3 hours. 3 ساعت وقتی احمد گرفته. To verb چیکار کردم؟ To get to the airport تا به فرودگاه رفته رسیدن. Airport فرودگاه. To get to دبرت رفته رسیدن. یعنی تا به فرودگاه رفته رسیدن 3 ساعت وقتی احمد رو گرفته است. و ببینید چقدر آسان است وقتی که سترکتور را نقض از خود میکنه، چی در زمانی حاضر چی در زمانی گذشته، جمله ساختن به نهایت آسان است و همین ساختار از همه مهمش از یاد کنه و جمله سازه. زمانی گذشتهش it didn't take میشه و ساختارش it پس از it فعل یارورسانی دو در زمانی گذشته فعل نادرست است did میشه. It did پس از این حسچه این کاری not آمده این کار میکن. It did not but فعل در همون شکل اساسیش it did not take جانشین های ابیکتی plus amount of time مقداری وقت plus فعل با پیشایند to verb. یعنی در جمله های این کاری it didn't take. خب جمله میبینیم. برای مثال It did not take me یعنی از من چقدر وقت نگرفت. It didn't take me long یعنی وقتی بسیار نگرفت، وقتی دراز نگرفت. تا چیکار کنم؟ To read تا خواندن برای خواندن your article مقاله شما last night شبی گذشته. یعنی از من وقتی زیاد صرف نشد تا مقاله شما رو شبی گذشته خوانم. از من وقت زیاد نگرفت این کار رو انجام دادن. یا اینکه شکل کوتاهش didn't میشه. Did not it didn't take him از وی چقدر وقت؟ Even an hour. Even حتی an hour 1 ساعت. It didn't take him even an hour. حتی از وی 1 ساعت وقت نگرفت تا چیکار کند؟ To clean تا تازه کند his windows تریزه هایش رو. It didn't take him even an hour to clean his window. تریزه هایش رو تازه کردن از وی حتی 1 ساعت وقت نگرفت. It didn't take her یعنی دختر باشد نگرفت چقدر time؟ Much time وقتی بسیار. It didn't take a much time از او وقتی بسیار نگرفت تا چیکار کنند؟ To prepare تا آماده شود for the exam برای امتحان. یعنی آماده شدی برای امتحان از وی وقتی زیاد نگرفت. It didn't take us از ما نگرفت amount of time too long وقتی بسیار به نهایت دراز. It didn't take us too long از ما وقتی زیاد نگرفت to paint رنگ کنیم the whole building همه عمارت رو. یعنی از ما وقتی بسیار طلب نگرفت تا که همه بنا رو رنگ دهیم. It didn't take احمد از احمد وقتی زیاد طلب نگرفت amount of time برای مثلا too long وقتی بسیار تا چیکار کند to get to the airport تا به فرودگاه رفته رسد. یعنی تا فرودگاه رفته رسیدن احمد وقتی زیادی او رو نگرفت. برای مثال yesterday دیروز یا که last week اینها جمله های این کاری در زمانی گذشته. Did it take اگر جمله سوالی باشد. در جمله های سوالی فعل یارورسان دو در زمانی گذشته did پیش از جانشین ایت میگذره. برای سوال دادن did it take plus جانشین های ابیکتی plus amount of time مقداری وقت plus to verb با فعل با پیشایند to. برای مثال
Did it take you amount of time مقدار وقت long Did it take you long یعنی آیا از شما وقتی زیاد گرفت این در زمان گذشته To fix برای ساز کردنی your car ماشین خودتان yesterday دیروز یعنی دیروز برای ساز کردن ماشین خودتان از شما وقت زیاد طلب شد وقتی زیاد شما را گرفت ساز کردن ماشینتان دیروز اگر ها باشه yes نه باشه نه جمله سوالی مخصوص باشد how long با همون چی did it take جانشین ابجکتیو how long did it take him چقدر وقتی او را گرفت چیکار کردن to possess اولدید از بر کردن یاد گرفتن از خود کردن to possess English how long did it take him to possess English زبان انگلیسی رو از خود کردن چقدر وقتی او را گرفت برای مثال دیگه it took him 2 years 2 سال وقتی وی را گرفت اوکی did it take her دختر باشد پس از این مقدار وقت long یعنی did it take her long از وی وقتی دراز گرفت وقتی بسیار گرفت to do برای اجرای her homework وظیفه خانگی یعنی اجرای وظیفه خانگیش از او وقتی زیاد گرفت اگر ها باشه yes it took her long نه باشه نه it didn't take her long یا که how long چقدر وقت did it take them از آنها چقدر وقت گرفت چقدر وقتی آنها صرف شد برای چیکار کردن to get here تا اینجا آمده رسیدن برای مثال من میگم it took them 3 hours 3 ساعت وقتی آنها را گرفت اینها بودن جانشین های ابجکتیو و مورد استفاده آنها